السلام علیکم برادرای عزیز، سلام علیکم با کلی مردم مسلمان. انشالله که خوب هستین و خداوند خوب باشین. خداوند در هر یک کاری میکنین اول خداوند برای کار تو نصیب کنه. برادرای غریب، برادرای مسلمان و مادر و خواهرایی که هستین از دوشی بونه خیگم از دوشی رحمت همتون برای دستگیری تو برای هر یک سخن در کامنتاری مینویسین هزار رحمت کنون. بعداً خواستم یک ویدیو کنم به خاطری که بسیارتر همین تема در موضوع سوال دادین. انا بعد دیبک خودت تو گفتی که مقصد بابرو نام گرفته گپ زنین. ولی تو نام بگو من یک ویدیو با نام تا گپ میزنم. همچون برادرانه میگم تا دیبک، همچون برادرانه. خواهی ما تو را در نزد ام خانه خدا در نزد کعبه مکرمه را ما بخشیدم برادر جان و در حق دعا کردم که خداوند بین من و تو بین همه برادران صلح باشد. همه وقت دستگیری ملت تاجیک ملت مسلمان باشیم، همه دستگیری باشیم. من نمیدونم آیا جمع اومدیم با همون ویدیو با همون یه جد بالای دیوانده با هم را نشان دستی تو میگوی من حقیقت تو هیچ گوه من نمیگم تو حقیقت نه. وقتی تو میگفتی تو به همین برادر رفت اومد مقصد این برادر چی نه که تو برادرانه نکردستی. تو برادرانه من تو گفتم که مردک باشی نمره مرا میدونی زنگ بزن تو جا نگو تو یگون جا نگو نخ پراموی فیلم میکنیم خلق دا جوگان بین خلق دا میون بین خلق دا میون خ دست میتی میرا بین خلق دا کی نخ با خلق مینا کی مون خ دوست میرنه بعد یه بعد خلق مرام با ترامه دونه کی یگون جو ویدیو میچ میکنیم خلق با بدون کی بدن اونا. تو اگر مردک باشی نمی کارم میکنی مردک نباشی دلش پناه بخدو ما برادرانه میگم بخشیدم تا چی خصومتی داری بیا بین خلق پراموی فیلم میکنه ویدیو میکنه میگیم ما فلان ساعت در فلان جا با میخوریم همه خلق به نام دوستی میکنه صلح میبندیم تمام. تو هم باشی تو دم رمضان تو دم هر که تاج مسلم تو دوری رفت من ختم میگم با در کارتم برای تو خواهین برادر من برادرانه میگم تو ما مقصد وقتی خونه خدا بریم بیایم برادر عزیز میفهمید چی بودن حیات میفهمید چی بودن نمیفهمید. با هم خاطر برادرها همه تا الله مهربان همه وقت نگهبان باشه. هر یک مادری هست، هر یک خواهری هست، هر یک اپایی هست، هر یک برادری هست. خداوند در غریبی هستین در خودتون خاری نخلا خداوند برای کارتون نصیب گردونه. بعدم برادرای عزیز نشاطی کاری خدمونه ما زندگیمون ایرویم یک کس های کسایی که بلیت در کار برادرای عزیز نمره ما همه وقت در ویدیو موندگی یا که در جیمون یا که در این طرف یا که در این طرف میمونیم. در مثال در زبور هم باشه در پر نمره میمونه که یک کس ما میشه در خدمت های و خاطری که یا جو زبور میشه جو کسل میشه جو مرده میشه ما همین مقصد بگیم همین فایده همین یک کس هم راهپلی میکنیم میرم همونجا مقصد هم برادر دستگیری میکنم هم زندگی مون پیش میبرم آیا همین پشتی یک کس با هم خاطر برادرای عزیز کسایی در بلیت در کار برادرها با میگم اینا این پرده نمره یک کس موجود نیست میمونم و این پرده برادرای عزیز گرانیسای کمپانی هوجیون میمونم کسایی که گرانیس رفتن میخواین تاکسی هستین مقصد همین کمپانی هوجیون در زنگ بزنید اینا کانال خیلی موجود بزنید ان شاء الله دستگیریتون میکنه ویسیو میپرسیدین ان شاء الله که میبرن میارن. بعدا برای حج 24 سوال میده ان شاء الله نواری پور راشه نوار میکنم پیشکشتون میکنم برادرای عزیز صبر کنید فقط گفته سن با کسی بلیت در بعد یک چیز میگم عکسیوز میگم تون 8800 8500 8800 هم خیلی کولو باسه ایجیکوش کولو باسه کسی که برادرای عزیز رفتن میخواید مرحمت در نوره مزام بدیم بلیت ارزان شه این طرف ایجیکوش کولو برادرای عزیز بسیارتر سوال میدیم و برادرای عزیز خواستم که هم بگم تون دوشنبه هم هست 11500 11300 هم خیلی هست ای جوکوشی دوشنبه برادرای عزیز او طرف قیمت ترک بسیارتر سوال میده ای توجیهتون بلیت کانتر قیمت دیگه برادرای عزیز. برای همین خداوند همه تا نگهبان باشه با میگم ترام به خداوند همیشه نگهبانت باشه خداوند در کارات برار نصیب گردونه. تو دم رمضان برادرای عزیز دو ویدیو کردگی خداوند تو دم نگهبان باشه خداوند ترام همیشه نگهبان باشه و ترام تاجمسلی که دو ویدیو کردگی خداوند ترام نگهبان باشه خداوند ترام در کارات برار نصیب گردونه که همیشه دوست باشین همیشه برادری همدیگر باشین نه این دشمنی همدیگر باشین. و خاطر کی میگن که به خاطر خدا هم را ببخش به خاطر خدا هم دوست بدار میگن و هم خاطر به خاطر خدا همتون برادر دوست میدارم و به خاطر خدا میگم همتون برای کار نصیب گردونه و همیشه دوست باشه و همیشه در بین مردم تاجیک در بین مسلمان صلح باشه. باقی خداوند یار ما در دیگرتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.